باید که هر یک پسر مثلا وقتی که دانشگاه داخل نمی‌شود به هر یک کاری بی‌معنی و به هر کوچه گردی و با کارهای بیگناه مشغول می‌شود، خوبتر می‌شود که رفته قرض مثال وطنداری خود را ادا کند. یعنی که باید که آماده باشیم هر یک تایمو که مثلا اگر من اگر با دانشگاه داخل شده نمی‌توانستم به کدام سبب دیگر میشد، البته می‌رفتم خدمت مادر وطن رو می‌کردم. می‌بینی خشت برای چی دانشگاه مثال چی سبب که ذوق داشته که ذوق همین کسب در دل داشتی، میگوید که نه ما مثال همین کسب ذوق هم نداشتم از خدمت حربی سرکشی کرده مثال برای همین سبب اومدم. گفتن که اول بخوام بعد چی برم خدمت حربی. یعنی از خانه بستن؟ نه خانه بستن. البته که چقدر که جوانان حالا عرفه با قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بردن جوانان است که جوانان از این کار مثال سرکشی میکنند. قرض هر یک شهروندی ماست این وطن مادر است. بله البته وقتی که من دانشکده رو با سر بلند بعد ختم دانشکده ان شاء الله با قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت وطن مادر را ادا میکنم. ما حاضر در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قسم حربی 3502 خدمت کرده ایستادیم. برای سیر و گشت همین شهر برآمدیم. داوطلبانه با قسم حربی رفته امروز ما در آنجا خدمت کرده ایستادیم. از سبب کافدره حربی وجود داشتن در دانشگاه ما با خدمت حربی نمی رویم.